من از آقای دکتر داوود محمودی واقعا خیلی تشکر میکنم، چون من مریضی که داشتم دیسک کمر، یعنی دیسکان زده بود بیرون، تنگی کانال نخاعی داشتم و همچنین ستون فقراتم حالت مایل به چپ اینجوری انحراف داشتش. مشهد هر جا رفتم گفتن که باید جراحی باز انجام بشه. بعد این آقای دکتر محمودی رو یکی از آشناها معرفی کردن که ایشون هم اینجا عمل لیزر انجام داده بودن و کاملا خوب شده بودن و هیچ مشکل نداشتن. به توصیه ایشون دیگه من حقیقتا تشویق شدم که بیام MRI و از مشهد برای آقای دکتر فرستادم و ایشون از راه دور خیلی خوب برخورد کردن و جوابگو بودن. ما اینا رو فرستادیم و طبق فرمایش ایشون وقت برامون گذاشتن که حضوراً اومدیم خدمتشون و خب عمل لیزر الحمدلله خیلی عالی در کمترین زمان انجام شد، بدون اینکه بیهوشی داشته باشه، فقط بی‌حسی موضعی بود و من کاملا وقتی که از اتاق عمل اومدم بیرون واقعا دیگه دردی نداشتم که مثلا بخوام غیر قابل تحمل باشه. کاملا خوبم و روی پام دارم راه میرم. خیلی بازم اینجا تشکر میکنم از آقای دکتر، یه دنیا ممنونم ازشون. توصیه میکنم به همه که سریع نرن دنبال عملهای باز و اینو امتحان کنن. روزتون بخیر.